یکی اومد پیش امام صادق گفت میخوام برم کربلا، فقط یه ناراحتی دارم، میترسم برای گرما ناراحتم چیزیم بشه، غذا چطور میشه؟ امام صادق فرمود کربلا میری. فرمود وقتی کسی تصمیم میگیرد کربلا برود، پیامبر شروع میکنه براش دعا کردن، خدایا به من پیغمبر زائر فرزندم حسین رو ببخش، اگر قبلا گناهی کرده این رو پاک به سمت حسینم بیار. وقتی از منزل خارج می شود خدا دستور میده از 600 فرشته به سراغش بروند، از درب منزل تا کربلا این 600 فرشته بش بیان و برای هر قدمی که طی میکنه، هر متری که رد بکنید، خدا 1000 خوبی براش مینویسه و 1000 گناه رو پاک میکنه. بعد امام صادق یه نگاه تو چشمش کرد، اگر از گرمای زیاد عرق کردی، حس گرما داره اذیتت میکنه، به هر قطره عرقت 70,000 فرشته خدا خلق میکنه و اینها تا قیامت برات دعا میکنن و برات